دوستان دلیل خم انتهایی میلیگردها چی هستش؟ میلیگرد طولی یک تیر بتونی رو در نظر بگیرید که بدون خم انتهایی و به صورت ساده وارد یک ستون کناری شده. در اثر تغییر شکل‌های جانبی ساز حین زلزله تنش‌های کششی قابل توجهی توی این میلیگردها ایجاد میشه که ممکنه از جاشون سر بخورن و از داخل بتون کشیده یا کنده بشن و در این صورت هم بتون آسیب می‌بینه، هم از نظر تحلیل سازی دیگه تکیه‌گاه اون گیرداری مد نظر ما رو نداره، چون به تیر اجازه دوران میده و دیگه قاب اون باربری و مشارکت لرزه‌ای جانبیش رو به اون صورت نداره. پس باید این میلیگردها با یک طول مشخص به داخل بتون ستون نفوذ بکنن که بهش طول مهاری میگن. ولی میلیگرد ساده و بدون خم انتهایی برای مهار شدن نیاز به طول زیادی داره. مثلا اگه میلیگرد نمره 18 رو در نظر بگیرید توی تیرها، بالای 70 سانت طول مهاری میخوان، بسته به اینکه بالا یا پایین تیر استفاده بشن. در این صورت عرض ستون کناری باید حداقل 75 سانت باشه. پس میبینید مشکلات زیادی ایجاد میکنه. برای حل این مشکل یکی از روش‌ها استفاده از میلیگرد با خم انتهایی 90 درجه استاندارد هستش که طول مهاری خیلی کمتری میخواد. به عنوان مثال برای همون میلیگرد 18 طول مهاری تقریبا به نصف کاهش پیدا میکنه. نکته بعدی این است که خم‌ها رو باید رو به داخل هسته بزنید و همچنین این میلیگردهای قلابدار نباید داخل کاور بتون باشن. باید از دورگیر رد نشن یا از میلیگردهای ارضی ستون و داخل هسته مهار بشن.